بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان عزیز. اینم از مزرعه زنبورداری جناب سرنگ ترابی. شفیرهای در حال تولد لاربه و اونا هم شهد دادن. دارن پولک من نباشه که شهد کنم. ببینید این سفیدی ها شهد اونا لاربه. البته ما الان اینو باید ببریم پایین. یه شفیره در حال تولد بکشیم بالا تا اینا پولک بخوره و به دنیا بیان، بعد شهد بزنن بیاریم بالا جابجا کنیم شهد بزنن. یه رو بزنیم وسط بزنیمش پایین. خب بزنیمش پایین همون نه تو اون نزده دست علی بده من این یاد باشه بعد چند میکنم کدوم 3 2 4 5 شیمون شاخون سبون نباشه خراب کنه چون بچه کنه نیست سوم شاخون چون ملکه گوشت ملکه نتونسته بیا بالا، چون فرون ملکه بالا نمیاد. زنبورو فکر میکنن که ملکه نداره، به همین خاطر طبقه بالا میاد شاخون میزنن که ملکه دیگه متولد بشه. اینم لار داخلش هست. این لار به در ارتباط اینم باید بکشیم پایین. این لار داخلش حتما یاد باشه که شاخون رو خراب کنه، چون فرون ملکه بالا نمیاده. اینا میخوان چیز کنن. علی آقا شما نظری پیشنهادی؟ پیشنهادات رو جانشان گفتم بیاد هرچی. ببینید این شفیرهای در حال تولدن، چون ایشون قهوه‌ای شده میخوان متولد بشن. ما شفیره متولد میشن جا شهد میده. ببینید شهد میده شفیره لار بم داره. البته ما اینو کشتیم متولد میشه از سونا میاد. اینم از کندوا، اینم از طبیعت بکر خانه شیر، مزرعه اختصاصی برادران ترابی. اینم که جناب سرنگ در حال بررسی کندوا. اینم داداش علی دستیار جناب سرنگ. حالا پایین نگاه کنم اگه تخم روز بود بدون شاخون خراب بود تو شفیران باید خدمت همه دوستان هستیم. اینم جناب سرنگ این چیه ملکه؟ مال ملکه زدیم که ملکه بالا نه تخم‌ریزی کنه. بله شهد بالا زنبورو کنن شهد عسل خالص بشه. یه لار و شفیره و تخمینه داخل عسل نباشه. مانه ملکه بشه. چه بیرم نه داره میگیره حالا میگیره این چوب نیستش. نه خب میدونی چی آسه دودی بهش میگن. من در مورد این خوب میتونم توضیح بدم. پولم به این میگن دودی چی میکنن توش دودی حالا که کار کرده میشن علی بشکم بودش. اینم مزرعه